ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینجا انسان باز میه در هر رکعت نماز ما و شما تعهد میکنیم. وقتی که کلمه خواندیم گفتیم لا اله نیست هیچ کسی که مستحق باشه که ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود الا الله، بغیر از الله. باز اینجا امی تعهد خدا، امی کلمه که خواندیم در هر رکعت نماز، امی تعهد خدا چی میکنیم؟ تجدید میکنیم. میگیم که یا الله خاص تو را عبادت میکنیم و یا الله ایاک فقط از تو کمک میخوایم نستعین. یعنی یا الله فقط تو را عبادت میکنیم، نه نظر به نام مخلوق میکنیم، نه سجده برای مخلوق میکنیم، نه ذکر برای مخلوق میکنیم، نه تسبیح مخلوق هم میگیم، نه حیوان به نام مخلوق ذبح میکنیم، نه مرغ و کفتر و یا در زیر پای کدام مخلوق بت باشه یا قبر باشه یا عروس باشه یا حاجی باشه یا عبادت است ذبح کردن فصل لربک وانحر، این کار هم نمیکنیم. وقتی کل زیر فهمیدیم باز میگیم که خاص تو را عبادت میکنیم، بر الله تعهد کردیم که پروردگار به غیر ذات تو و کسی دیگه عبادت نمی. هر چیزی که نامش عبادت است فقط برای کی میکنیم؟ برای الله. حتی نظر عبادت است، به نام مخلوق نظر ما نداریم. این پروردگار نظرم به غیر از نام تو و نام کسی دیگه نمیکنیم. سجده هم به کس نمیکنیم، رکوع هم نمیکنیم، حتی سر خود به یک مخلوق چی نمیکنیم؟ انحنا خود منحنی نمیسازیم. منحنی چی میگه؟ یکی خط مستقیم است، یکی خط چی است؟ منحنی است. وقت ولو که کمک کجم شده باشه منحنی است، زیاد هم کج شده باشه. هیچ وقت ما انحنا سر خود به مخلوق چی نمیکنیم؟ خم نمیکنیم، بلکه همیشه عبادت تو را میکنیم. وقتی که این را گفتیم و پروردگارا استعانت از تو میخوایم. وقتی که دکتر بر ما جواب داد که جور نمیشی، وقتی که عالم اسباب قطع شد، عالم اسباب میشدن بره مثلا پیش دکتر دوا بگیرن، عملیات بکنن، لکن وقتی که عالم اسباب قطع شد، دکتر جواب ما داد، دیگه وسایل نبود، بعد از چی میکنیم؟ فقط استعانت از کی میخوایم؟ از الله میخوایم. یا الله تو ما را مدد بکو، یا الله تو بر سر ما رحم بکو، یا الله تو بر ما ایمان خوب نصیب بکو. فقط استعانت از الله میخوایم. بعد از اینکه تعهد خدا به الله کردیم، با چی تعهد کردیم؟ با ایاک نعبد و ایاک نستعین. حال دیگه عریضه خدا پیش میکنیم. چی میکنیم؟ در بارگاه الله اول صفات الله را بیان کردیم، نامهاش را بیان کردیم، بعد از این تعهد خدا به الله پیش کردیم، حال به الله چی میکنیم؟ دعا میکنیم، بگیم که یا پروردگارا اهدنا الصراط المستقیم، یا الله ما را چی کن؟ براه راست ما را هدایت بکن. چرا انسان در هر لحظه شیطان در کمین است. اگر به نماز میم شیطان ما را وسوسه میکنه که نرو به نماز. اگر وضو میکنیم شیطان وسوسه میکنه نکو وضو. اگر قرآن میخوانیم شیطان نمیمانیم ما که قرآن بخوانیم. اگر راه دین میریم عبادت الله را میکنیم شیطان مداخله میکنه، چی شیطانای انسانی چی شیطانای جنی. پس میگیم یا الله تو ما را هدایت بکو به راه راست. چرا وقتی که الله کس را هدایت نکنه ولو که هر قدر زحمت بکشه انسان گمراه میشه. پس دست دعا را به بارگاه الله در نماز خود به الله میگیم که یا الله اهدنا هدایت کن ما را الصراط المستقیم به راه راست. راه راست کدام یکی هست؟ بسیاری مردم هر کس میگه راه راست است، الله میگه که نه. شما دعا چه قسم میکنین که صراط الذین، راه کسانی که انعمت علیهم، انعام کردی بالاش. باز آیات قرآن دیگه چی میگن؟ انعمت علیهم کی است؟ من الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. پس پروردگار ما را براه پیغمبرا، براه ابراهیم علیه السلام، براه اسماعیل علیه السلام، براه رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را ببر، هدایت کن. براه ابو بکر و عمر و عثمان علی، راه کسانی که صدیقین بودن، راه شهدایی که به خاطر دین الله شهید شدن، حمزه رضی الله تعالی عنه، مصعب ابن عمیر رضی الله عنه، دیگه این صحابه کرام مهاجرین انصار، برای از اونا نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین، غیر المغضوب علیهم، نه پروردگارا کسایی که غضب شده بالایشان، ولا الضالین، و نه هم برای گمراهان. سه قسم مردم هستن، یک قسم انعمت علیهم هستن، یکی مغضوب علیهم هستن، قسم سومش دالین هستن.
انعمت علیهم کی است؟ کسایی که قرآن و سنت میفهمن و مطابق از او عمل میکنن. مغضوب علیهم کی است؟ کسی که کتاب الله و سنت پیغمبر میفهمه لکن مثل علمای یهود واره میفهمه لکن عمل نمیکنه. عالمی که علم داشته باشه و عمل نکنه غضب الله سر از نازل میشه، مثل علمای یهود. قرآن میفهمه، سنت میفهمه، لکن با قرآن و سنت دشمنی میکنه. اینی علمای یهودی مشکل داشتن. تعصبشان، تکبرشان مانع چی شد؟ مانع تطبیق قرآن و سنت شد. از این خاطر شما در تاریخ خواندین که بحیرای راهب وقتی که در یک منطقه رسید، باز امونجا رسول الله که در منطقه رسید که اونجا بحیرای راهب بود، او برای کاکایش گفت که این رسول الله صلی الله علیه و وقت تقریبا 12 ساله بود، گفت بچه را نبر اون طرف در شام. گفت چرا؟ گفت اونجا علمای یهود هستن که از روی کتاب میفهمن از علامات که نمی پیغمبر است، لکن چون دشمنی با کتاب الله و سنت رسول الله دارن، امی عالم دشمنی با این میکنه و این میکشه پیغمبره. از این خاطر اینی مغضوب علیهم است که کسی علم داشته باشه و الله برش توفیق عمل نداده باشه و او با وجود علم الله برش توفیق عمل نداده باشه و با وجود علم او دشمنی با کی بکنه؟ دشمنی با کتاب الله و سنت رسول الله. این مغضوب علیهم است. و پروردگار ما را از او جمله نگردانی که علم پیدا بکنیم باز دشمنی با قرآن بکنیم، دشمنی با سنت رسول الله صلی الله علیه و آله ولا ضالین. و پروردگار ما را هم از او جمله نگردانی که ضالین کدام مردم بودن؟ که عمل میکردن بدون علم. پس سه قسم مردم شد. اینمی یا نصرانی ها بودن. سه قسم مردم شد. کسایی که علم دارن و عمل هم دارن یا انعمت علیهم هستن. کسایی که علم دارن لکن چی ندارن؟ عمل ندارن. این مغضوب علیهم هستن. کسایی که عمل دارن بدون علم. بسیاری کساست بسیاری کساست رسول الله صلی الله علیه و کل بدعت ضلاله، هر بدعت و نوآوری در دین چی است؟ گمراهی است. چون یا علم ندارن یا هر چیز در دین داخل میکنن. الوارم در دین داخل میکنن، شولرم در دین داخل میکنن، دیگچرم در دین داخل میکنن، سمنک هم در دین داخل میکنن، چوب هم در دین داخل میکنن. میگه این چوب که از بسیار چوب خوب است رو پوش کنین. دیگه صاحب رواج های مجوسیار هم در دین داخل میکنن، رواج های اندور هم در دین داخل میکنن. این چی است؟ اینا باز ضالین هستن. کل بدعت ضلاله. هر نوآوری. نصرانی ها چی مشکل داشتن؟ علم نداشتن، عمل میکردن. وقتی که آدم عمل کنه بدون علم غلط میکنه. من چه قسم عبادت کنم؟ چه قسم عبادت الله را بکنم بدون علم؟ وقتی که بدون علم عبادت میکنه خدا هم گمراه میکنه، دیگران را هم گمراه میکنه. پس ایره وقتی که انسان میخوام باز آخرش میگه که آمین. پروردگارا اینمی دعاهایی که ما کردیم پروردگارا همچنین چی کن قبول بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره که در اول نماز ما شما میخوانیم و سوره حمد است. الحمدلله رب العالمین. معنایش است که تمام ثنا و صفت خاص به الله سبحانه تعالی است که او پروردگار جهانیان است. یعنی الله سبحانه تعالی مخلوقات خلق کرده، عالمیان را خلق کرده و او را نگهداری میکنه و او را تربیت میکنه و مخلوقات خود رزق میده، شفا میده و هر فعل که در جهان صورت میگیره او به دست الله سبحانه تعالی است. به او خاطر الله سبحانه تعالی تنها قابل ثنا و صفت است و ما نباید ثنا و صفت هیچ مخلوق را بدون الله سبحانه تعالی بگوییم. الرحمن الرحیم. این دو اسما از اسماء الله الحسنی است که معنایش است که الله سبحانه تعالی الرحمن، الله سبحانه تعالی بسیار بخشاینده است. یعنی نعمت الله سبحانه تعالی پایانی نداره. الرحیم بسیار با رحم است که مؤمنین در روز قیامت به جنت میبره و کافرها را عذاب میکنه که از رحمت الله سبحانه تعالی است. مالک یوم الدین در جزاک الله خیر. مالک یوم الدین شما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. با گفتن این آیت ما این اثبات میکنیم که الله سبحانه تعالی مالک روز جزا است. یعنی آن روزی است که در آن روز هیچ مالک دنیوی یا هیچ صاحب دنیوی و پادشاهان دنیوی در آن روز نمیره. فقط الله سبحانه تعالی حکم فرمای تمام دنیا و آخرت و کائنات می باشد که در آن دنیا که در آن روز
یعنی تمام چیزها در دست از او باشد و همه چیز به طبق گفته از او پیش میرد، یعنی در وقت هیچ حکم دیگر نباشد. بسم الله الرحمن الرحیم. و وقتی که ما حمد و ثنای الله سبحانه و تعالی را میخوانیم، بعد از یک تعهد امره الله سبحانه و تعالی میکنیم. ایاک نعبد، یعنی خاص تو را میپرستیم. ایاک نستعین، و خاص از تو کمک میخواهیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای برای ما میاموزانه که یگانه ذات که قابلیت عبادت داره او ذات که الله سبحانه و تعالی است، و یگانه کسی که برای ما کمک کرده میتونه او ذات الله سبحانه و تعالی است. و همچنان وقتی که ما ایره که در نماز و وقت میخوانیم، ایره در هر رکات که ما تجدد، یعنی که دینمی هر رکات میخوانیم، ما تعهد خود امر الله سبحانه و تعالی تجدید میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که ما همی اسمای الله سبحانه و تعالی را ذکر میکنیم و بعد از او با الله سبحانه و تعالی تعهد میکنیم، بعد از او با الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم که اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما را برای راست هدایت کو. یعنی ما از الله سبحانه و تعالی ایره میخوایم که ما را برای نیکوکاران و صالحین و برای راست و نیک ما را دعوت کنه، هدایت کنه. صراط الذین انعمت علیهم. درست ما دعای قبل گفتیم که ما وقتی که اسماء الحسنای الله سبحانه و تعالی را میگیم و بعد از او ما به الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم که ما را برای راست هدایت کنه و میگیم که برای کسانی که صراط الذین، برای کسانی که انعام نمودی علیهم بالایشان، یعنی برای شهدا و صدیقین، انبیا، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین ما را هدایت کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه آنانی که غضب کردی بالایشان و نه گمراهان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله، تمام ثنا و صفت خاص برای تو است. معنای زی است که به معنای تمام ثنا و صفت خاص برای الله سبحانه و تعالی است و هیچ کس قابل از ثنا و صفت نیست بغیر از الله سبحانه و تعالی. رب العالمین که پروردگار عالمیان است. رب به معنای پروردگار صاحب می باشه و عالمین تمام عالم میگه که شامل کائنات، آفتاب، مهتاب، زمین، نباتات، حیوانات، تمام مخلوقات می باشه. الرحمن الرحیم که الرحمن اینجا اسماء الحسنا دو اسماء الحسنا گفته شد که یکیش الله بود، دیگهش رب بود و بعد از این ما دو دیگهش میگیم که یکیش الرحمن است، دیگهش الرحیم که الرحمن به معنای بخشاینده است و الله سبحانه تعالی بخشاینده نعمت هاست که هیچ وقت نعمت های خلاص نمیشه. الرحیم و این بسیار مهربان است و هم الله سبحانه تعالی آنقدر مهربان است که از مادر و پدر کرده هم بالای ما زیاد مهربان است. بسم الله الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین یعنی صاحب روز جزا. یکی صد اینجا صاحب گفته میشه که صاحب روز جزا است و خداوند جو کسی بزرگتر نیست در روز قیامت دیگه. مالک یعنی صاحب روز قیامت دیگه. قیامت دیگه قیامت دیگه قیامت دیگه قیامت دیگه قیامت دیگه